سلام بچه ها، چطورید؟ چه خبر؟ امروز قراره که داخل این ویدیو من آموزش گونه سمت راست این مدلمون رو کار بکنم. اولین کاری که میکنم از یک مداد استدلر استفاده میکنم. بدنش آبیه، میتونه مداد به 2 باشه، میتونه به 4 باشه، ولی خب سعی کنید که از درجات کم رنگش استفاده کنید. یه سری قسمت های موجه های خیلی کم رنگ داره، اونا رو دارم مشخص میکنم. بعدش اون خط زیر پلک چشم رو مشخص میکنم. با یه قلموی سایز کوچیک خط رو پر رنگ میکنم و شروع میکنم از قسمت های تیره سایه ها رو میزنم به سمت قسمت های روشن. قلمو رو اصلا فشار نمیدم. نکته خیلی مهمیه، اصلا فکر نکنید که ساده میتونید از کنارش بگذرید، نه این شکلی نیست و باید این نکته رو خیلی حواستون جمع باشه و رعایت بکنید. و یه توضیح کوچولو بدم، من تایم ویدیو رو بچه چون خیلی طولانی بود 30 دقیقه بود، تایمش رو اومدم یه خورده روی حالت ضرب در 2 که نه ضرب در 3 گذاشتم و شد 10 دقیقه که یه 10 دقیقه خیلی مفید رو با هم دیگه داشته باشید. ببینید همینطوری که دارم قسمت وسیع‌تری رو سایه میزنم، سایز قلمومم عوض میشه و یه قلموی بزرگتر برمیدارم. این نکته خیلی مهمه برای سایه های یک دست. پس تا حالا 2 تا نکته بهتون گفتم که حواستون باید جمع باشه و این نکات رو رعایت کنید. این قسمت گوشه چشم رو ببینید داخل مدل تیره هستش. سعی میکنم این قسمت رو تیره بکنم و من برای سایه زدن همیشه از قسمت های خیلی تیره استفاده میکنم. یعنی ببخشید شروع میکنم حواسم نبود. قسمت های خیلی تیره شروع میکنم و به سمت قسمت های روشن سایه ها رو محو میکنم. نکته بعد این که شما باید لایه به لایه سایه بزنید. ببینید الان با اینکه ویدیو رو من روی حالت ضرب در 3 گذاشتم، باز هم شما میتونید متوجه بشید که من نمیام از همون اول خیلی یه قسمت رو تیره بکنم یا پودر زیاد بیارم روی کار، نه. داخل قلمو انگار قلمو رو داخل پودر میزنم و بعد روی کاغذ تستش میکنم، پودر اضافیشو میگیرم و بعد میام روی کار. و یه توضیح دیگه بدم راجع به قسمت‌های بعد که کار کردم. راجع به دندوناش احتمالا خیلی سوال دارید. دندونا رو که با همین قلم‌های کوچیک این قسمت‌های لثه ها رو سایه میزنیم. قسمت‌های وسیع‌تر رو با قلم‌های نرم، خیلی مهمه، فشار دست کم سایه میزنیم. قسمت‌هایی که بینش هست رو با خطوط نکشید، با قلم‌های خیلی نرم یا با مفکن کار بکنید و در نهایت روش بیاین نورا رو با پاکن و کنته سفید بذارید. برای قسمتایی که نور داره به همین شکل. ببینید من الان یه گوشه رو سایه زدم، بعد اومدم از این قسمت کناره بینی شروع کردم سایه ها رو به اون سمت بزنم، چون میخوام این سایه ها رو این دوتا رو به هم دیگه متصل کنم. مثل سایه یه گونه کناریش اگر دقت کنید شما میتونید جهت قلمو رو الان تشخیص بدید. دقیقاً توی همین حالت رفت و برگشت بین سایه های کناری بینی و سایه های اون گوشه چشم هستش. این نکته خیلی مهمه. جهت سایه ها خیلی مهمه بچه ها. توی مدل چون مدلمون پوست خیلی سفیدی داره و نیاز نیست که ما خیلی تیرش بکنیم، باز این نکته شاید کمتر دیده بشه، ولی توی مدل های دیگه خیلی نکته بیشتر دیده میشه. و اینکه چونم هیچ لکی روی کار نداره، باید حواستون باشه که سایه ها رو کاملا نرم یک دست و بدون لک بزنید. قلمویی که الان دستمه قلموی آبرنگی هستش، خرمه برندش، خیلی قلموی کیفیت بالاییه و فوق العاده است. حتما ازش استفاده کنید بچه توی کار. حالا شاید بگید که خب از این قلم‌ها معمولا کسی استفاده نمی‌کنه، درسته چون قلمو سرگرده، ولی من ازش استفاده کردم و واقعا راضیم دیگه. یعنی قلمویه که شما اگر توی قلموتون پودرم باشه روی کار بیارید باز کارو لک نمی‌کنه.
برای همون من خیلی دوستش دارم. ببینید الان جهت سایه ها توی کارم مشخصه خب، ولی هنوز باید چندین لایه سایه بزنم. پس لایه های سایه همینجوری بیشتر میکنم، روش کار میکنم تا به میزان تیرگی که میخوام برسم و اون حالت طبیعی بودن رو به دست بیاره. خب دوستان، حالا که تا اینجای ویدیو اومدید ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایبم یادتون نره و حتما نظرات قشنگتون رو برام کامنت کنید. مرسی که حمایت میکنید و حمایت شماست که باعث میشه من انگیزه بگیرم برای ساخت ویدیوهای بیشتر. توی کامنت ها حتما بگید که دوست دارید بیشتر از کدوم قسمت ها براتون آموزش بذارم. من یه ویدیو قبلش گذاشته بودم از همین لیسا که نصفه بود، یعنی کلا هنوز حتی قسمت چونش هم کامل نشده بود و شما گفتید که چطوری پوستش رو انقدر صاف در آوردی، سایه هاشو زدی. همونجا من تصمیم گرفتم که این بره صورتش رو ویدیوشو ضبط کنم براتون، یعنی اینکه به نظرتون خیلی اهمیت میدم. پس شما هم حتما حمایت کنید. مرسی که حمایت میکنید و بگید که دوست دارید بیشتر از کدوم قسمت ها براتون ویدیو آموزشی بذارم. نکته بعد این که شما باید مدام کارتون رو با مدلتون مقایسه کنید. اگر میخواین که کارتون کاملا شبیه بشه به مدل، حتما هی باید مقایسه بکنید. ببین الان قسمت خطی که جای گونهش ایجاد شده در اثر خنده کمرنگ بود، من سعی کردم که پررنگش کنم. اگر همجور کمرنگ میذاشتم هم خنده اونقدر عمیق به نظر نمیرسید، هم که دیگه از اون حالت کیفیت کارم میمد پایین تر دیگه. پس همین نکات کوچیک باعث میشه که کارتون بهتر به نظر برسه. سعی کنید که همین نکات کوچیک رو رعایت بکنید، صبور باشید، صبر کنید تا مرحله به مرحله به اون کارتون حالا کیفیتش اینا اضافه بشه یا طبیعی بشه. قرار نیست توی سایه های اول، لایه های اول شما یه نقاشی خیلی خفن رو ببینید. در انتهاست که شما حالا قراره کارتون به اون درجه میزان تیرگی که میخواید برسه یا اینکه به اون کیفیت بالایی که مد نظرتون هست برسه. خب ببینید الان داره همینجوری که لایه به لایه من دارم سایه ها رو اضافه میکنم، داره کم کم شبیه این گونه سمت چپش میشه. یه قسمتی هست وسطش یه خورده روشن تره، من اون رو سعی کردم که روشن‌تر نگه دارم برای اینکه حجم گونه دیده بشه. حالا شاید توی مدل خیلی به چشم نیاد ولی هست، این نور هستش بچه ها. بعضی موقع باید خیلی خیلی دقت بالایی داشته باشیم برای همین نکات ریز که باعث میشه حجم کارتون در بیاد. ولی قسمتی که حالا ما به اصطلاح میگیم نور روی گونه قرار نیست که سفید بمونه، قرار نیست مثل سفیدی کاغذ باشه، قرار سایه بخوره و به نسبت عکستون همیشه بچه سفیدی ها رو بسنجید. نگید اوکی خب اینجا روشنه پس روشنیش باید مثل کاغذ و مقوا باشه، نه این شکلی نیست. حالا یک سری موجه های خیلی ظریف و نرمی هم داشت که اومدم با مدادی که الان دارم استفاده میکنم، لوموگراف B8 هستش. اومدم با B8 گذاشتم موجه هاشو و یه موجه های خیلی کمرنگی که داشت اونا رو با استدلر گذاشتم. خطوطی که باید اضافه میکردم و اضافه کردم. نکته که اینجا مهمه اینه که سر مدادتون حتما تیز باشه، با یه سنباده تیزش کنید و بعد بیاید موجه ها رو، خطوطی که باید رو بذارید و بعد هم در انتها با یه قلمو یا محو کن این موجه ها رو محو کنید. حالا یه جوری محو نکنید که خیلی محو بشه، یه بار دو بار روی اون موجه بکشید کافیه. و اینکه حالا تا اینجای ویدیو رو براتون ضبط کردم، ادامهش رو معلوم نیست ضبط کنم یا نه، بستگی به این داره که ببینم این ویدیو رو دوست دارید، توی کامنت ها نظراتتون چیه و غیره. مرسی که ویدیو رو تا انتها دیدید، ممنون از حمایتتون و اینکه بچه اگر میخواین آموزش های بیشتر هم ببینید حتما ویدیوهای دیگر رو نگاه کنید. من کلی آموزش توی چنل گذاشتم، آموزش های مختلف از تابلوهای مختلف، چهره رونالدو آموزشاش هست، حامیم و خیلی از چهرهای دیگه آموزشاشو براتون گذاشتم. امیدوارم که
حتما اون ویدیو رو ببینید و لذت ببرید از آموزش. مرسی.